اگر بین سن 18 تا 55 سال هستی، اینا رو یادت باشه. 1. از بدنت مراقبت کن. یادت باشه که سلامتی شکل دیگه ای از ثروته. 2. عادت کن بعضی از مسیرهای زندگیت رو تنهایی بری. چون اهداف شما شخصی هستند. 3. انرژیت رو برای ترس‌ها هدر نده. از انرژیت برای باور کردن، یادگیری، خلق کردن و رشد استفاده کن. 4. اگر میخوای شاد باشی، همیشه انتظارات رو از دیگران به صفر برسون. 5. به هیچ کس راجع به برنامه‌هات نگو. تو سکوت رشد کن. 6. قرار نیست تا ابد جوان باشی. هر روز هر کاری که خوشحالت میکنه رو انجام بده. 7. به اندازه کافی عاقل باش تا بتونی احساسات رو کنترل کنی. یاد بگیر کمتر واکنش نشون بدی. 8. به نصیحت هایی که مردم میکنن توجه نکن. بیشترشون حتی نمیدونن دارن تو این زندگی چی کار میکنن. 9.